20 تا کشف یا اختراع اتفاقی. قسمت سوم، ساخارین. تصور کن یک کشف بزرگ فقط با نشستن دست شروع بشه. سال 1879 یه شیمیدان اهل روسیه به اسم کنستانتین فالبرگ توی آمریکا دانشگاه جان هاپکینز روی ترکیبای شیمیایی مشتق از قطران زغالسنگ کار میکرد. شب موقع شام یهو گفت این غذا چرا انقدر شیرینه؟ بعد فهمید شیرینی از غذا نیست، از دستاشه، دستایی که بعد آزمایش نشسته بود. فالبرگ مثل یه کاراگاه برگشت عقب. کدوم ماده رو لمس کرده بودم؟ شروع کرد دونه دونه ترکیبا رو چک کردن تا رسید به یه ماده عجیب، ساخارین. ساخارین یه شیرین کننده است که با یه مقدار خیلی کم مزه شیرینی خیلی زیادی میده، حتی خیلی بیشتر از شکر. بعدش فالبرگ رفت سمت ثبت و تولیدش و اینجا قصه یکم جنجالی شد. استادش آیرا رمسن گفت کشف رو باید مشترک حساب کرد، ولی اسم فالبرگ بیشتر روی محصول موند. ساخارین کم کم شد ستاره دوران کمبود شکر و بعدتر دنیای محصولات بدون قند. پس آره، یه اشتباه ساده مثل نشستن دست باعث شد دنیای شیرینی جدید بشناسه.